سلام بچه ها، صبحتون بخیر. امروز فکر کنم 13 آبانه و ما اتاق رو چک اوت کردیم و داریم میریم به سمت قزوین. خیلی ممنون که اقامتتون رو با ما سپری کردین. بچه ها هوا خیلی خوبه، یه نسیم خنک دلپذیر تازه رفرش، خیلی باحاله. یه چیز خنده‌دار فان بهتون بگم. من خب قبلا تور لیدر بودم و یعنی نه تنها کار گردشگریمو کلا با تور لیدر شروع کردم، بلکه درایور گاید بودم، یعنی همزمان که رانندگی میکردم تور لیدر هم بودم و مثلا توریستای مختلفی تو مسیر ایران داشتیم و اینا. خیلی سفر کردم، خیلی تو مسیر ایران رانندگی کردم و خب همه رو میشناسم، مثلا مسیرها رو، استراحتگاه ها رو اینا. و یه اعتقادی دارم، اینو میخواستم بهتون بگم. اعتقادم اینه که توی تک تک مسیرایی که شما میری و وای میستی، از این سوپرمارکت های بین راهی باید قهوه بگیری. خب و اعتقاد دارم به طرز عجیبی قهوه ها اینا خوشمزه است. سلام. بعد واسه همین هر جا که وای میستم حتما اونجا قهوه میگیرم. حالا هر چقدر کثیف، هر چقدر تازه قهوه خورده باشم، ولی باید بگیرم. کلا به نظرم طعم قهوه های اینا اصلا یه چیز دیگه است. مشتاقتش کن. بیا شکلات هم داده. من شکلات هم قزوین، روستای یادم رفت اسم روستاش چیه، ولی مجتمع بومگردی که اومدیم توش اسمش البومه. حالا یادم این پایین براتون می نویسم، نمیدونم اسم روستاش چی بود، یه لحظه یادم رفت. بعد اینجاست، بریم بهتون نشون بدم. ما قرار بود که دیشب بیایم اینجا بخوابیم، خب ولی اینکه پرواز من چون جابجا شد میدونستیم خسته ایم و نمیرسیم، واسه همین دیگه توی تهران موندیم و قرار شد که بیایم اینجا قیم نثار بخوریم و من بهشون گفتم که برامون آماده کنن. خیلی روستای خوشگلیه و همه جا پاییزیه. منم که اصلا 1 سال بیشتره که ندیده بودم همچین چیزی و کلا اینجوری ذوقم کلا همش. و بریم که داخل اقامت رو بهتون نشون بدم. توی گوگل من چک کردم، پیداش کردم و ریت خیلی خوبی داشت. نظرات و ریویو هایی که براش نوشته بودن خیلی اوکی بود، ولی یکم ما رو اذیت کردن واسه اینکه حالا هم ما تاریخمون عوض شد، هم من با اون خانومی که هماهنگ کرده بودم اینجا، اون خانوم دیگه با اینا همکاری نداره و انگار رزرو ما رو ثبت نکرده بودن و هی بهمون پیام دادن که نه رزروتون ثبت نشده. منم خب دبی بودم، استرس داشتم با اینکه ما هزینه مثلا پرداخت کرده بودیم بیانه براشون، ولی خب
خیلی پیام دادن که نه کسی با ما هماهنگ نکرده و اینا، تا من کلی اسکرین شات براشون فرستادم و مثلا دوباره اون فیش پرداختی رو فرستادم و بالاخره از اینجور چیزا یه مقداری توی رزرو وضعیتمون کردن. حتی دیشب گفتن که نه هماهنگ نشده اینا و من خیلی ناراحت شدم، ولی خب بعدن که متوجه شدن معذرت خواهی کردن و حالا بریم داخل ببینیم که حالا هم رفتارشون چجوری، کیفیتشون، غذاشون اینا چه حالتیه و من حتما بهتون میگم. قیمه نثار سفارش دادیم با کوبیده، اصلا نمیشه قرضیدیم بیای و قیمه نثار نخوری به گفته سالاد شیرازی. بعد خیلی بوش خیلی خوبه و بوی دارچین و این اصلا الان تستش میکنم بهتون میگم. شما فکر کنم دفعه دوم این چیز میکنیم. یه بار دیگه چند سال پیش اومدیم اینجا دیگه بنتاش ماله طعم دارچین، پرتقال، پسته، گوشت. آقا ما دوباره کباب میگیریم ولی به نظر خودم هیچ واقعا طعم کبابای ایران نمیده. بعد کبابای قزوین ببینیم چه مزه میده. خیلی خوشمزه. ما غذامون رو بخوریم بعد بریم.
رسیدیم رودبار و من هر وقتی که اینجا میام منجی رو خیلی دوست دارم به خاطر اون توربینای بادیش و رودبار رو خیلی دوست دارم به خاطر زیتون و زیتون پرورده و اینا. بعد اومدیم یکم زیتون و اینا بگیریم و دیگه تقریبا نمیدونم صدامو داری یا نه چون اینجا کامیون رد میشه پشت سرم و آره دیگه حدود نیم ساعت 1 ساعت دیگه تا اقامتگاه فاصله داریم. سلام، خیلی متشکرم، مرسی بابت دعوتتون. زیتون متفاوت داریم. به به. کنسروی سوپر ویژه بی هفته داریم. همه تازه سال است. مدل دیگه در مجموع 22 نوع زیتون داریم با طعمای مختلف و همش هم برای رودباره. بله بله، رودبار و حاشیه رودبار. و زیتون عسلی داریم. بچه‌ها ما توی ایران یکی از تنقلات خیلی باحالی که همیشه با غذا میخوریم زیتونه. بله. و آلوبرا، آلو، هویج، بنه کوهی، مواد مختلف. چه خوشمزه است. متشکرم. و اینجا زیتون کبابی داریم. این با پنیره درسته؟ نه این با سیره. سلام قربان. این با سیره فوق‌العاده خوشمزه است. میل بفرمایید. یه جورایی طعم زغال و طعم زیتون و اینم یه نوع از زیتونه. فوق‌العاده خوشمزه است. بچه‌ها خیلی خیلی خوشمزه است. و آقا اسم مغازه‌تون هم بگید. هایپر زیتون ارکیده. هایپر زیتون ارکیده توی شهر رودبار اگه اومدید. بله بله. میتونید بیاین چک کنین. بله. فامیلی شریفتون جمالی حتما. آقای جمالی حتما بیایم. خیلی عالیه. سلام. من گفتم که تا اتاق به هم نریخته اتاقو بهتون نشون بدم. اینجا کلبه های پایین تیتینازه و مستره. حالا اتاقای بالاشون هم خیلی خوشگله ولی خب دستشوی حموم داخلش نداره. بعد دیگه من گفتم که یه اتاق بگیریم که دستشوی حموم داشته باشه. جونم عزیزم. بعد اینم اتاقشونه. گفتم تا تر و تمیز هنوز وسایلمون باز نکردیم اتاقو بهتون نشون بدم. ولی هوا خیلی خوبه. من فکر نمی‌کردم که اینجوریه کامل دستشوی همون داخل خودشه و باحاله. ما قراره 4 شب اینجا بمونیم. من فردا صبح بهتون کامل اقامتگاه رو نشون میدم. خیلی خوشگله. الان ساعت 7 شبه و ما امروز حدود ساعتای 9 را افتادیم از تهران ولی ما خیلی آروم آروم سفر میکنیم. کلاً اینجوریه که هر جایی که خوشمون بیاد وای میستیم، عکس میگیریم، غذا میخوریم و کلاً این سبک سفر کردن رو بیشتر دوست داریم تا اینکه قرار باشه یه عالمه جا رو ببینیم ولی مدت زمان کمتر. من ترجیح میدم جاهای کمتری رو ببینم ولی یک تایم با کیفیت رو برای هر کدوم بذارم. و جونم براتون بگه که آره دیگه ما رسیدیم اینجا.
اقامتگاه تیتیناس پیش معصومه خانوم و فکر کنم بهتون گفته بودم چند روز قبل که ما حدود 5 سال پیش اومدیم اینجا و خیلی برامون خاطر انگیز بود. خیلی رفتارشون، مهمون نوازیشون، همه چیزشون عالی بود و همیشه دوست داشتیم که برگردیم و بالاخره برگشتیم. فردا صبح بهتون اقامتگاه رو نشون میدم و چون یه کلبه فکر کنم 2-3 طبقه چوبی دارن اون طرف، اونو بهتون نشون میدم و اینجا هم پایینم که کلبه های مختلفی دارن و الان چون وسط هفته است خلوت‌تره و الان هم سفارش شام دادم بهشون، گفتم که شامی و میرزا قاسمی برامون بیارن. زحمت کشیدن که برامون چایی هم آوردن، یه استکان کمر باریک و همین دیگه. چند روز پیشم از جنوب اومده بود معصومه خانم، بعد خرمای جنوبی با اردک الان برام گذاشتن و فکر کنم خیلی خوشمزه باشه. و آره دیگه همین، همراه ما باشید توی این سفر تا آخر این ویدیو. قراره به قسمت‌های مختلفی تقسیمش کنم، پس اگه ندیدین حالا قسمت‌های قبلی و ویدیوهای بعدی رو حتما توی کانال چک کنید. من همه رو گذاشتم. دوستتون دارم. فعلا